سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا آگاه نکنم کیست بدترین در بین شما؟ گفتند: بله. گفت: آنهایی که در میان مردم گشته سخنچینی میکنند و جدایی می اندازند میان دو دوست. روایت احمد. و در حدیث دیگر آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: سخنچین وارد جنت نمی گردد. روایت بخاری و مسلم. اسلام دین است که به الفت و دوستی و تعاون و همکاری دعوت کرده پیروانش را از کینه و عداوت با همدیگر برحذر می دارد. حقیقتاً بزرگترین عملی که پایه جامعه را خراب کرده رشته دوستی را قطع می نماید سخنچینی و خبرکشی می باشد. از این رو عملی مذکور در بین مردم کینه و عداوت را به وجود می آورد. در حقیقت شخصی سخنچین و دروغگو در یک ساعت همه را خراب می نماید که شخصی جادوگر در یک سال آن را نمی تواند ویران بسازد. بنابراین مسلمان هر سخنی را که می شنود تحقیق و تأکید نماید و به گمان و تخمین زدن هیچگاه قناعت و اکتفا نکند، زیرا که خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخصی فاسق برایتان خبری بیارد، پس البته خبری مذکور را تحقیق نمایید، تا اینکه به سبب نادانی و تحقیق نکردن قومی را ضرر رسانده به کاری کرده اتان پشیمان می گردید. سوره حجرات آیت 6. پس حذر از سخنچین که شخصی بی‌شرف و بی اخلاق بوده همیشه پی آزاری مردم گشته به مصیبت آنها خرسند می شود. خداوندا ما را از شر او نگاه بدار. سعدی شیرازی رحمه الله می گوید: میان دو تن جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. بله برادر و خواهری عزیزم، از این هیزم کشان که جنگ بین مردم می اندازند و خود در کنار ایستاده تماشا می کنند دوری جوییم و هر سخنچینی که به شما سخنی را می آورد بدانید که سخن شما را رفته به دیگران می رساند. پس از آنها حذر کنیم. در آخر خواستم یک چند درس عبرت از بزرگان به شما ارائه کنم که آنها چگونه به شخصان سخنچین جواب دادند. این یک درس می شود تا ما نیز به سخنچینان چنین جواب بدهیم. شخص نزد امام شافعی رحمه الله آمده گفت: فلانی در مورد تو بدگویی می کند. در پاسخ امام گفتند: اگر راست گفته باشی پس تو سخنچین هستی و اگر دروغ گفته باشی پس تو فاسق هستی. در نتیجه شخص سخنچین خجالت زده شده برگشت. شخص به وهب ابن منبه رضی الله عنه گفت: فلانی تو را دشنام داد. آن کس در جواب گفتند: آیا شیطان کسی را غیر از تو برای رسانیدن این خبر پیدا نکرد؟ شخص در نزد یکی از صالحان سخنچینی نمود. آن کس گفتند: با 3 جنایت به نزد من آمدی. بین من و برادرم فاصله انداختی، قلب خالیم را مشغول کردی و جایگاهت را در نزد من خراب کردی. اینها بودند جوابها برای شخصان سخنچین. انشاءالله اگر ما از این بزرگان درس گرفته به سخنچینان چنین جواب بدهیم، آتش افروخته سخنچینان را خاموش خواهیم کرد و بین ما و برادرانمان عداوت و کینه و دشمنی نخواهد بود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.